به نام الله بخشاینده مهربان. خبر کشتاری دهشتبار نورس تاجیک در تمام رسانه ها. اگر قاتل تاجیک میشد همه علال خصوص اسلام بدبین ها داد و فریاد میزدند که انا بچه تروریست کودک را وحشیانه کشت گفته. اما اصلی صورت امروز دیگر است. چرا اهل علم را گوش نمیکنیم ای مردم؟ چرا شما فکر میکنید که غیر از روسیه دیگر جای نیست برای زندگی؟ آخر همان روزها شما را بد میبینند، چشم دیدن ندارند. حقوقهایتان را پایمال میکنند و شوهر و فرزندانتان را تهمت میکنند و باز علاوه بر این میکشند. اما شما باز هم فکر میکنید که این گونه مصیبت دری شما را نمیکوبد. مگر غیر از روسیه دیگر جای برای زندگی و حیات و کار نیست؟ چرا به افریقا یا اروپا نمی روید؟ حداقل قدر انسان است. امروز اینترنت برای هر یک از ما و شما دسترس است. آموزید حیات دیگر مردم دنیا را، خود و اهلتان را نجات دهید. دیدید که در وطن خودتان کار برایتان نشد، زندگی برایتان نشد و تماما ناچار شدید از نقشه هایتان روسیه را گرفته پرتاید، چون این روزها چشم دیدنی شما را ندارند. چرا شما در نزدشان سرخم میکنید؟ دیگر دولت ها را آموزید و به دیگر دولت ها سفر کنید. برای مثال در سوره نساء آیت 97 الله تعالی به مثلی مایان میگوید: همانا کسانی که با نشستنشان در دار کفر و ترک هجرت بر خود ستم کردند، در حالی که فرشتگان جان آنان را میگیرند با آنها سرزنش کرده میگویند: در چه حال بودید؟ میگویند ما در دنیا ناتوان و ستم دیده و بیچاره بودیم. پس فرشتگان میگویند: آیا زمین الله وسیع نبود که تا به آن هجرت کنید و به دیگر زمین بیرون روید و دینتان را در امان نگه دارید؟ پس جایگاه این گونه کسان جهنم یعنی دوزخ است و چی بد جایگاه و چی بد سرانجام است. هر جای خواستید بروید و توکل کردن را به آفریدگار آموزید. درباره توکل در آیت‌های قرآن خیلی زیاد آمده است. تنها یکیش را این لحظه من یادداشت میکنم: و توکل کن بر الله که همیشه زنده است، او هرگز نمیرد و به پاکی یاد کن او را. امید میکنم از آن چیزی که ما کوتاه گفته گذاشتیم هر عاقل برای خود یک درس میگیرد تا که دنیا و آخرت خود را آباد کند و از موفقان باشد. الله تعالی شما را نگهبان باشد. اهل پیوندان خود، نزدیکان خود را احتیاط کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.